شام 31 آگوست سال 2022 در شهر ونیزی ایتالیا با تقدیم جایزه شر طلایی برای سهمش در رشد سینما به ستاره سینمای فرانسه کاترین دنیوف جشنواره 79 ونیزیا یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان به کار خود سر کرد. تالار این هنرپیشه 78 ساله را راست ایستاده استقبال کرد. بعد 2 سال پاندمی که این جشنواره را به شکل خیلی محدود و اساساً آنلاین دایر میشد، امسال برای اشتراکچیان دیگر باره قالین سرخ گستردند و مخلصان می توانستند از ستاره‌های مقبول خود سایه دست بگیرند. خبر داده از خبرنگار تاس جشنواره ونیزیا که رسما نمایشگاه بین المللی سینما نام دارد امسال 90 ساله می شود. امسال در آزمون اساسی آن 23 فیلم برای به دست آوردن شر طلایی، شر نقره‌گین، شو جایزه و دیگر جایزه های این جشنواره وارد سبقت می شوند و نام غالبان روز 9 سپتامبر اعلام خواهد شد. امسال بار اول در تاریخ این جشنواره در ونیزیا فیلم یک رژیسور تاجیک نیز به نمایش گذاشته می شود. در بخش کلاسیک ونیزیا برگزار کنندگان و حکمان جشنواره 19 فیلم شاهکار سینمای جهانی را برای نمایش انتخاب کردند. در بین آنها فیلم برتن محصول دست کارگردان زاده تاجیکستان بختیار خداینظرف نیز هست. برتن که سال 1991 به نوار گرفته شده است، یکی از آخرین فیلم های شاهکار استودیوی تاجیک فیلم و در عموم از آخرین شاهکاری های سینمای شوروی بود. برتن در بخش کلاسیک ونیزیا در برابر چنین فیلم های شهرت یافت چون فیلم های امریکایی گذرگاه در کانیون، گربه سیاه، استلا دالاس، فیلم هندی شطرنج‌باز را یافته است. بختیار خداینظرف 29 مای سال 1965 در دوشنبه به دنیا آمده. سال 1989 رشته کارگردانی ویگیک دانشکده سینمای اتحاد شوروی را در شهر مسکو ختم کرده است. او دست پرور استخوان ایگور تالانتین بود. الکی نخستین فیلمش برتن که بختیار آن را سال 1991 وقتی همگی 26 سال داشت به نوار گرفت برای کارگردان آن وقت جوان تاجیک شهرت بین المللی آورد. بختیار خداینظرف در عمر کوتاه خود باز چندین فیلم ماندگار ایجاد کرد. کوش به کوش سال 1994، پدر مهتابی سال 1999، شیک سال 2003، کشتی تانگو سال 2006، در انتظار بحر سال 2012. آخرین فیلم او سریال معشوقه های مایور ساکالوف سال 2014 بود. بختیار خداینظرف 21 اپریل سال 2015 همگی 40 روز پیش از جشن 50 سالگیش در برلین بر اثر بیماری سرطان جگر از عالم چشم پوشید.